گردانم بند باشه خوب تا این دو بچر برات کار غریبی ری نکنم به هیچ عنوان ما نمیتونم خونه رو بچلونی این 6-7 نفر آدم و 1 نفر آدم بری تو تاشون سپنجی چه اختیکار کنی ای کجایه ما آینده نداریم ما نمایی که یک چیزی به خود پسنداز کنیم ما نمایی که زمستون آنه مثلا حالا به می خونیم و کرسی پیدا نمیشه برادرها برقام کمیت ضعیفه که اصلا از اینا کرده که یک موشی آدم روشن کنه دوم موشی بیترتره چی فایده داره که بچه ها رد از این کار گرفتم عباس بله بابا بیا اینجا به یک دقیقه کو کجی بپینه یک کجی بیا یک بابا بلا تو کار دارم بشی بله میگم عباس میفهمی چی کار میکنی؟ چیکار کنم؟ فقط از امی امبرو که هیچی برو پول مادر خوب بستو برو از امی فشفشکای هسته که شیشه میشورم از اینا یکی بستو که شیشه گک ریکای خود یک ستلچگک یا هفتهوی یا یک فلان به همدانه ولی میداری چیکار کنم اینا؟ تو صاحب که بگذار اندم پیش خود خب بگذار گپ زنو انا چیز کو برو اینا رو تیار کو به تامی شهر نو برو به چوکا جام موتورا که لوکس یا موتورا لوکس میایه هم تا که موتورا مستکم درجی سفیدی چوک سفی مایه یک فشفشه که بزن بیا این کار مکنم بیا هم بابا تو بگذار که ما بگم همین شیشه هم تا که موتورا مستکم موتورا مدل بالا او پینا نه موتورا لگنا رخشویی بابا شما بخی یک گلاس چای بیار خب بگو برو بابا شما درس بخوندین درس به درد من نمیخوره چی فایده داره درس شما درس نخوندین روز تاشون سپنجی چرخ میدین نه خب اناله ما که درس میخونیم ما نکجی و این مکتب خو میریم درس میخونیم پس میام و مسجد خو میریم انال همینا هرو میگردونین شما مسجد شما کار ندارم به مسجد خوب بریم بفهمیدین که حداقل نماز خو یاد گیریم بفهمیدی اما حساب مکتب تو با مسجد زمین تو با آسمون فرق میکنه انال اگه شما درس میخوندین چرا به اینجا شیشته بودین و میرفتین روز تاشون سپنجی چرخ میدادین تو هم که خودی کجیر بری درس میخونی مگرم صبح یا شور خود بفروشی یا بغلی بفروشی ایچی بابا انا آینده منم با نگاه که آینده کجیر هم نگاه فقط انمی مملکت پیار ما معطل تو کجیره معطل بابا ده مفنزه سکو بابا چی میگم حال تو بچی منی اما بچه تونو بابا ما بچه شمانو خیلی ببخشی که ما گپ به شما میزنم این مملکت مثل مانو کجیر یک 10 تا دیگه جوان نیاز داره حالا بهتر شد یک کارایی میکنه ما مکتب خور میرم مادر بیا این سه کنیم من پیرم چی میگه کاره تا صدا شما حالا هم گرفته مگه با چه کار شده مادر سه کنیم پیرم چی میگه خوب من میگم اینا رد درس و مرس یلدم برام یک لقمه نون پیدا کنم این کش رنگ دیگه هم متراسفی کنه خود اینا که پس سفنجی چرخ میدن یک بار میتونم سر خوب بزنم سعی کنین که حساب شما به جای هست یا نه بله خیلی هم اصلا آنه وی شما چنین تو کارا میکنه یعنی چی بچه‌ها از مکتب بگردونن که مکتب مادر یک خلاص من از سرا برم درس خور میخونم به مکتب بریم چی بخوریم خب شما از این تاثیره خود شما مکتب ادامه ندادم اینا لگ میشینیم گوشنه مجبوریم سپنجه چرخته خب آل آینده از بچه شما خراب میکنه ببریم کنار یک کش رنگ ده و یک مچم بعد من کارا شاقه دیگه یا برای بار کنه میفهمی که صدها نفر سواد داره مال نخود میفروشه یا گری دارم خب اگه اونا درس میخونن چه ریته میشدن سواد دارم درس خوندم اگه شما درس میخونید حالا هر چیزی میشه به درد من نمیخوره گپ تابالا دیگه نکو اینا از این نمیگذارم اینا ها نمیگذارم بکشم من نمیگذارم از پا خسرا بیرون میگم فقط اینا درس میخونم خلاص اختیار خودم شما که نخوندم چی به دست آوردم مامانیت نکو با تو میگم هر چی من میگم یک سال من نمیرم بابا نمیگذارم بچه خود 100 سال خدا من نمیگذارم بچه ای چی هر وقت درس خوندن از این وقت هر سه تا شما بلا نسبت غلط میکنیم اشتباه میکنیم نمیشه بخی غلط هم بکنم بعد پول صدری داری بعد که برای بستون بخو ما سوار از کلامشون 20 یاد هر چیزی میمونم یک خط نمیتونم نه بچه اصلا نه خط میخونه با من فقط میگه عروسی پیر مادر من کی به من پاکت نمیکنه خب بخی درسته شما ببین من کارا شاقه و ری میکنیم خب ما می کارا بیکارگی ری میکنیم خب اگه ای اونجا بره
و اینجا برای این درس نداره که شاید درس خونه نوشته کنه. به این کجی شب که علاقه مونده به وقت بیا سر خود بگذاره درسای مگر مردانه. ما میگم رد مکتب یلت میگه درسی نداره که مخشاخل بخونه چه نه به کجی خو میگه تو شیشه رنگ میخوره کش حالا من رنگ از تو یک سوال میکنم تو زن فهمیدی فکر کنم خود داری به می شرایط به می وقت حالی یا بی غیر وقت حالی پول بیتر یا سواد سواد خب پول بیتر نیست. این که کرسی نیه مثل بوزی ولی میلرزم این به کورتی نیه به برخو بخورم این مرتقه به من خیرات داده این خوبه سواد خوبه این نیه اگه شما سواد میدیشتیم آلت بوز ولی نمیلرزیم. بله ها ما برای از این قبل نمیگردم ما برای از این قبل نمیگردم من نمیفهم فهمیدی چلچلان برای به خاطر کجیر برای یک پیاله چای سکن با بونی چای بجس که خدا میدونه من خود به چای نوردم سر صداش مالان گیر من بیامدم گپ خود کنم که چگاره که بچه اکثر سرزنش ما فقط از همین صبح امرو که هیچ ازم صبح از ارجین فاشم نفر 200 پول مایم با نون ما با چای ما با پوشاک ما خدا بزرگه بابا همین تو مکتب خود ادامه میدم آخر یک چیزی میشم خدا گفته تو حرکت کن که من برکت کنم از هوا نمیندازم خدا خدا فعلا وقت شما نه که شما باید کار بله با نواسه اشتنی جان خوبه بخیر سلامتی شکر زنده باشی اشتنی دیگه چی عجب یاد مور کردین چکار کنیم ببین دست مجبوری آمدی چرا با چه کار شده یعنی ببین مکه میگون یا ما و عباس قرار کرده شما بیاریم به می خونگاه خمار جمع کن چرا او خدا سازی پیار من روزیه میگه شما به مکتب نری قرار کرده بیایم بری عباس شیشه مترار پاک کنه تو هم بیا برو کش رنگی ما آدم کار کردیم ما میتونیم کار کنیم ما میتونیم راه بریم همین تو گو ها بد کد گیله اشتباه کردیم گپ بزن میگن شما به مکتب نری چرا به مکتب نری شما بریم کار کنی پول بیاری خود چه کار میکنه چرا که کار نمیکنه رستاشوم شیشتی به خونه میخوره عجب کاره باش ما ببینم و تیار میکنم خود ما گپ بزنم اصلا نباید که شما مکتب و مسجد خوبت بریم غیر زیری نکنی ممکن بابو امیر میگی برو انا میام پیش بیارت میبرم برو خوبه بیای بخیر بیای یه عجب انسانیه یه مقدار عقل نمیکش که دوتا کودک تو میندازی برای کار کنه کو کار با خود تو کار مسئله میشه با اینا کار مسئله میشه با واسه یک پوری سواده که یاد گیرم تو اینا رو برای کار رای میکنی تو بسای من پیاله شای خوب خورم یه مقدار عقل نمیکش بیدی همه دلیل و دلایل میارم با من من نمیفهم از ما گفتنی خوبه. و بچه ها خونه نمیفهم خدا خیلی پیش بر با چه کار شد نه بگو من بیامد انا بگو من بگی سلام بگو سلام کاکا بگو خوبه خوبی بخیر چی جنجال داریم با کاکا خسور ما پرسیم که چی جنجال داره من به می دو بچه میگم خب. به می دو بچه میگم ای برش موتور شیشه صفی کنه او هم برش کش رنده خب. ای هم دلیل میاره او هم دلیل میاره مدار کلونی هم بیا من دیگه من ساعت رقم تا برغه میگه خب ما گشنگی خور بخوردیم میگم ها دنیا داره آینده این بچه‌ها خراب کنی نه چه کار شد هر که برای کسبی بده آینده خراب میشه این کس بیا که ما برای ازی بریم بابا میگم چندی کار صبر بابا کن. صدری پسر مایه نمایه صبر کو هم تو سواد داری نه من سواد مستم چه همین که سواد نداری سپنجی شخ میدی خب مبارک باشه من نواز ها کس بگندی سپنجی چند به سرمایه داری گوش کشتو. داری پس پنج میکنن داری پیم زغال گوش کشتم یک چیز بگم زغالا هم کنین ویا با ما میدن میگم این تا گشنگی سیانوی نکن نواز ها خونه مقدار کسا کن برم سپنجی چختم البته اینا بچه ها شما نن کاکا خسور نواز ها آفرین بابا. باشه کل اصلا نواستا شما نه خرج من نمیرم میگم بله نمیتونی خش داده نه فعلا نمیتونی هر دو نواز خود میبر میتونیه من فقط روز 200 از اینا این پول گپانیه بله ها این تا میتونی کلتو من تلویزیون بده که تو پوری پوری شکل تو خوبه صحیحه اینا هم چیکار گپا اینا به جامعه خدمت میکنن من میفهمی میرم از جاته می جامعه من گپ میزنم که جامعه شما برای از این دو نفر بچه من نیایی خب بله ها میگون دختر مقال میرو هیچ چی اصلا گپ پذیر قبول نکنه یه از قبول نمیکنه بگو شما برو. اناری شما هم خونه هر کار برو آجامعی برو یک روز برفتیم مطب رفتیم معلم تو که تو یاد نمیدی وجد سی بیامدی اینا رو آینده از اینا خراب کنی ببو
آخه این پیامون شما میتونین بفهمونین آخه ما از آینده می بابجو اصلا هر چی که میگه به حرفی نکنی خلاص همه ماشین خوب برین درس خود بخونه ای برن شیشه پاک کنم چون که کاش رنگ خود که سفیدی چرخ میده ای چه کار خوش اشتباه میکنه که به سر شما ظلم میکنه ای ظلم میده که ظلم دیگه چی رقمه من نمیخوام 100 سال خدا نمیخوام اصلا نقد داری که از این خونه به درشم برم ماچت خود برم مطب خود برم ببینید بابا پیاله چای به شما بیارم نمیخورم چای وقت چای نیه بشینین دیگه من خب خطا شدم خدا چی جنجال داره شما بگو خدافظ خداحافظ شما